سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز. امید که جور و صحتمند باشین و در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوستا عزیزای دل، امروز همدیم در یکی از قریه های زیبای جاغوری، یعنی قریه منگه. قریه که واقعا در کل فصل ها زیبایی های خاص خود را داره، مخصوصا در فصل بهار و فصل تابستان و فصل خزان هم که بد نیست. فعلا فصل خزان که نمیدیم بگیم اینجا تقریبا زمستان شده دیگه، چون که خیلی یخ شده دیگه، واقعا زیاد یخ شده. و در این بارندگاه های چند مدت پیش که جاغوری کرد هفته پیش دیگه، اینجا بعض جایش کم کم برف زده و سر کوام که هنوز شاید در تصویر مشاهده نکنین کم کم برف مانده دیگه، چون که یک قریه کوهستانی نسبت در سنگ ماشه یا بس جای دیگه جاغوری دیگه. ما را همراه باشید با هم بریم در قریه نیالا گفته مردم دیگه ببینیم. بله دوستای عزیزم، قریه زیبای منگه. این درختار که میگنین درختان اولیاد از زیادتر شی که دیگه برگمال غصن نمانده دیگه. اولیاد به درر اینی درختو که اصلا بر نمانده در شاخهشی و انو درختایی که در شاخهش هنوز برگ مانده، برگایشی سوزه تقریبا، نامش خبر ندارم، فقط اونمو درختو برگ داره. این دوستا گندما رو که میگنین سوز شده، چون اینجا کسا نسبت دیگه جایا کلان جای سر جاغوری دیگه گندما کسا زودتر کشت مونه. دلیلش هم میه که باید ریشش قویش نه، چون که زمستون اگر زیاد برف دیه، اگر ریشش قوی نباشه برف مبره دیگه، بهار سال چی هم نمونه. دوستای عزیز، منگه از لحاظ آب هم خوبه و آب و هوایشی برای زراعت مالداری مساعده و 50% مخارج مردم شاید هم زیادتر از زمین به دست میاد که حاصلاتش هم میتونیم بگیم که گندم، کچالوی، بس دیگه مثل شلغم و زردک همیسا دیگه. بیشترش گندم و کچالو از زمین‌های زیاد به دست میاد. دوستای عزیز، من پارت های قبلی این ویدیو را دیروز ثبت کردم و از بارندگی امروز اصلا اطلاع نداشتیم، چون که در اینترنت هم بارندگی نگفتد و شب هم که هوا صاف بود و از صبح دیگه برف زده، تقریبا 2 ناخه میشه دیگه برف. این هم به خاطر هوای سر سنگ ماشه اینا فکر کنم که شاید هنوز برف نزده شه، ولی اینجی به خاطر هوای سردی که دیره برفباری.